سرخط مهمترین خبرها: بالا رفتن نرخ اینترنت، خدمات گفت مخالف است. تاجیکستان برای راغون از بانک جهانی مبلغ خواست. و هشدار معاون رئیس ولایت: زمین‌های پرزیدنتی را از بعضی دهقانان میگیریم. درود بینندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 10 است و با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 23 اپریل سال 2024 است. برنامه را از یک خبر ناخوش شروع میکنیم. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید که شبانه روز اخیر در دریاهای کشور 5 کودک و نورس غرق شدند. این نهاد شام 22 اپریل در خبرنامه نوشت 2 حالت غرق شوی کودکان در ولایت ختلان، 1 حالت در رشت و 2 حالت دیگر در ناحیه شهر نو و شهر ترسونزاده رخ داده است. مقامات گفتند ففتیدگان 2، 6 و 17 ساله بودند و جسد اکثر آنها پیدا شده است. تنها کافتوکاوی جسد کودک 2 ساله در ناحیه شهر توس ادامه دارد. کمیته حالتهای فوق‌العاده خنک نظری والدین را سببگار رخ دادن این حادثه‌های ناخوش گفته است. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید بعضی شرکت‌های مخابراتی در پی بالا بردن نرخ طرف‌های خدمت‌رسانی هستند. آخر ماه ینور امسال 3 شرکت کلان موبیلی تاجیکستان، مگافون، تیسل و واویلان خبر دادند که خدمات خود را گرانتر می‌کنند، اما در پی ناراضگی خدمات علاقه شرکت‌ها از تصمیم خود دست کشیدند. خدمات علاقه 22 اپریل در اظهارات گفت بعضی شرکت‌های مخابراتی دوباره تلاش دارند که با هر راه و واسطه نرخ خدمت‌رسانی‌های علاقه موبیلی را بلند نمایند، اما در اظهارات خدمات از یگان شرکت نام برده نشده است و هم معلوم نیست که نرخ طرف‌ها چقدر افزایش می‌یابند. شرکت‌های مخابراتی کشور تا حال در این باره رسما خبر ندادند. خدمات علاقه بار دیگر مخالفت خود را به بالا بردن نرخ طرف‌های موبیلی و اینترنت بیان کرده از شرکت‌ها خواسته است به هر اقدام ناسنجیده، هنگام برانگیز و به اعتبار کننده دست نزنند. قبلا شرکت‌های موبیلی دلیل بالا بردن نرخ طرفه‌ها را گرانتر شدن نیروی برق، قیمت شدن سوزشواری، به قرب شوی پول و زیاد شدن نشان دهنده برای حساب‌ها گفتند. ماه فوریه امسال خدمات ضد انحصاری هم از موقع شرکت‌های موبیلی حمایت کرده بود. مسئله بالا بردن نرخ خدمات مخابراتی به خصوص اینترنت همیشه در تاجیکستان ناراضگی کاربران را به دنبال دارد، آن هم در شرایطی که انتقاد از صفت علاقه موبیلی و سرعت اینترنت در کشور زیاد است. تاجیکستان از بانک جهانی رسما درخواست کرده است که برای ادامه ساختمان نیرگاه راغون مبلغ گذاری کند. این نکته ضمن واخوری هیئت تاجیکستان با نمایندگان بانک جهانی در شهر واشنگتن آمریکا صدا داده است. از نام تاجیکستان معاون اول نخست وزیر، یاور پرزیدنت در امور اقتصاد و وزیر مالیه با نمایندگان بانک جهانی گفتگو کردند. دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان نوشت نوابسته از وضع مرکب و حساس گیوسیاسی، سرمایه‌گذاری به نیرگاه راغون برای تاجیکستان مسئله مهم و اساسی می باشد. هیئت تاجیکستان به نمایندگان بانک جهانی گفتند دوشنبه تلاش خود را برای جلب سرمایه برای ادامه ساختمان نیرگاه راغون ادامه می دهد، اما معلوم نیست که بانک جهانی به درخواست تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری به ساختمان راغون چه پاسخ داده است. ماه ینور امسال شورای مدیران بانک جهانی خبر داده بود که برای دستگیری فنی طرح نیرگاه راغون 15 میلیون دلار گران یا یاری به بازگشت می دهد. تا این وقت 2 اگریگات نیرگاه راغون به کار درآمده، ولی تاجیکستان برای ادامه ساختمان آن به سرمایه بزرگ احتیاج دارد. سال 2017 حکومت برای ساختمان راغون 500 میلیون دلار یورو فروخت که بعداً کارشناسان فایز آن را بلند گفتند. آژانس ضد فساد یک وکیل دفاع را با اتهام قلاب بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی این نهاد شام 22 اپریل با پخش خبرنامه گفت ادوکات چالیشوف با وعده کم کردن جزا از طرف دادگاه از 2 زیرحمایه‌اش 200,000 سومانه گرفته است، اما به گفته آژانس این ادوکات به فایده زیرحمایه‌اش یگان عمل معین را اجرا نکرده است. نظر این وکیل دفاع به قضیه فعلا معلوم نیست. علیه او با اتهام قلابی در حجم مخصوصاً کلان پرونده باز کردند. در گذشته برخی ادوکات‌ها گفته بودند که مبلغ گرفته آنها از زیرحمایه‌ها حق کارشان است، صرف نظر از آن که دادگاه چی قرار صادر می‌کند. حکومت تاجیکستان را حداقل 9 سال اخیر برای فشار به وکیلان دفاع تنقید می‌کنند. برخی وکیلان دفاع شناخته از جمله بزرگمهر یاروف زندانی شدند. دوام یک هفته اخیر 2 راننده و 1 پلچینک نقلیات جمعیتی در دوشنبه برای مناسبت دغل جزا گرفتند. 1 راننده را برای دشنام دادن همکارش 10 شبانه روز حبس کرده از جای کار پیش کردند. راننده و پلچینک دیگر را جزای مأموری دادند. این 2 حادثه بار دیگر بحث‌ها درباره معاشرت در نقلیات‌های جمعیتی پایتخت را داغ کرد. ما از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه همین مسئله را پرسیدیم. پاسخ‌ها را شما هم ببینید.
و فکر شخصی من شاید که از سبب کم بودن همین نقلیات ها باشد و زیاد بودن شهروندان. برای که ما استودنت ها هستیم همه روزا ما این رو با چشمان خودمون میبینیم و مخصوصا اتوبوس 43 و مارشرutکای 46 که هستند به نهایت آدم‌ها در دورانش بسیار میشود. و فکر شخصی من که علاقه خطا میشد میتونن که جمهوریت میتونن که اتوبوس زیادی مقصد بگیرن بسیارتر کنن همین چیز رو. شما همیشه شاهد میشید جنگ و جنجال کاندوکتورها بود؟ 100% بارها درجه من خودم با اونها بحث کرده هستم. برای که زنان و مادران ما در مارشرutکا میشینن اونها علاقه تنها به تنها رسیدگی این علاقه از همه جهت خوب نیست، هم از جهت آداب هم از جهت اخلاق هم از جهت دینی در همه حالت این درست نیست. خود من شخص من شرم با پسر هستم، شرم می‌دارم که در همین مارشرutکا همین خلبدمان بسیار هستن شینم. از همین سبب من بسیارتر تاکسی و اتوبوس استفاده میبرم. اتوبوس نظر به مارشرutکا یعنی کمتر جایی هست متأسفانه. پیشنهاد شما چی است برای راه حل مسئله؟ زیاد کردن صفی همین ماشین‌های نقلیاتی خواه اتوبوس باشد خواه مارشروت باشد اینا بعد بسیار همین کاندوکتورها معامله‌شون هم قدر هم خوب نیست. بسیار میشنن آدم راستا میسته میج قایشش از زنکات نمیشه کم مردکا برای همین اکجان. شما همین بسیار استفاده میکنید از نقلیات جمعیتی؟ ما خیلی مارشروت داشتیم. همون بار خودتان یا دیدید که مثلا کاندوکتورها با مسافرها جنجال کنن یا راننده ها؟ چه خیلی مثلا یگون چه جمع میشه خط کلان سوال نورماتی میکنن. همیشه بعضی ها بس بعضی پولی نقلیات نمیسپارن هم کارتی وای ندارن پول سپاریدن ندارن وای آدم بسیار مسافرها جنجال میبردارن خیلی میشود. بعضی این هم خودم اینجا آدم یگون نقلیات نیافتم بعضی آدم بسیار نقلیات کمای مثلا همین نقلیات 8 اینجا تو همجا خیلی پیاده اومدم اینجا بعضی میشه آدم بسیار مارشرutکا بسیارتر آدم میگیرن جای نشست نیست اتوبوس هم همچنین جای نشست نیست برای سال هر کس همون مبلغ میسپره لیکن جای نشست نیست از اون تنقیسی میکشه راه دور میرون یک ساعت. از این مناسبتی راننده و کاندوکتورها راضی هستید یا نه؟ بعضیش خیلی مناسبتی نگذارن لیکن بعضی دیگرشون نه بعضیش مناسبت چون که خودم حدیث یک روز یک زنی 30 سال رفته همین فراموش کرده در نشست طرف کاروان بود که هم راننده فرایت هم قدر بزرگ داد زد هم زنکه گفت که این برای شما یگان چی نیست کیشه گفت که خیلی فراموش کردم خیلی مناسبتی دغلانه کرد با هم راننده. نمیدونم که مردم میگن مناسبت راننده و کاندوکتورها بسیار دغل شده وقت اخیر. من نمیدونم که سبب اهالی زیاد شویه شهر تنباشایی بسیار سبب اساسی در همین مختان استفاده میکنه نقلیات جمعی؟ بله ما بسیارتر از اتوبوس ترالیبوس کار میرم ترالیبوس اهالی بسیار کشید راه سرودن بسیار برای همین سبب تنباشایی در داخل автобусов, микроавтобусов по همین سبب میدونید. Кондукторы иногда вот маленькие дети проходят без рублей, без самона, и кондукторы кричат на них: подойди сюда, вот, тем более электронные автобусы, вот зеленые, только что произвели, вот они большую часть кричат на детей и на взрослых, если они не оплатят путь, тогда их выгонят оттуда. А кроме этого? И кроме этого, там еще много разных вещей. Если у тебя много багажей с собой, там его выгоняют оттуда, вытаскивают. Когда дидетсин газель аст, такси аст, ба ҳисоби рах тамом мешавад, аско дурмадан намешавад, ҳисоби ҳамин бисёртар. پیشنهاد دارم که این بعد راننده ها با همین مسافران مناسبتی درست کنن. من مسافران هم خیلی اجرا کنن، اما هر کدامشون مبلغی داده کرایه رو سپارن، اما هم همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
در ولایت سوخت کشت بعضی زراعت‌ها را در زمین‌های پرزیدنتی و آبی منع می‌کنند. ظریف مردادا معاون رئیس ولایت سوخت ضمن واخوری در ناحیه مسجا گفته است بیشتر دهقانان اساساً بیده یا یونچخه کش نموده با این راه زمین‌های آبی را به چراگاه تبدیل دادند. معاون رئیس ولایت سوخت از مقامات طلب کرده است که نسبت چنین دهقانان چاره اندیشند. به نوشته روزنامه ناحیوی مشعل، ظریف مردادا دستور داده است که زمین‌های پرزیدنتی از کسانی که آنها را مقصدناک استفاده نمیبرند بازپس گرفته شوند. این زمین‌ها را در سالهای جنگ شهروندی با مقصدی از گرسنگی نجات دادن مردم به ساکنان تقسیم کرده بودند. دوام یک هفته اخیر چند کشاورز از ولایت سوخت شکایت کردند که مقامات آنها را مجبور دارند در زمین‌ها اساساً پخته کشت کنند، حالانکه به گفته دهقانان کشت پخته در سالهای اخیر درآمد زیاد ندارد. توجه مقامات ولایت سوخت به کشت پخته بعد از آن زیاد شد که رئیس جمهور امام علی رحمان از کم شدن میدان کشت پخته در شمال کشور نگرانی کرد. پرزیدنت گفت سال گذشته در ولایت سوخت 9000 گکتار کمتر پخته کشت کردند. اوکراین ممکن است یک هفته بعد از انجام روند تصدیق طرح قانون درباره کمک نظامی بسته نوی سلاح‌های آمریکا را دریافت کند. در این باره نشریه واشنگتن پست خبر می‌دهد. در مقاله نشریه آمده است بعد تصدیق طرح قانون در ایالات متحده آمریکا با پنتاگون همگی یک هفته ضرور می شود که بسته نوی کمک نظامی را به اوکراین ارسال کند. مارک وارنر رئیس کمیته اکتشافی سنت آمریکا روز یکشنبه به تلویزیون CBS گفت موشک‌های دورپرواز نوی اتمز که قادرند تا 300 کیلومتر پرواز کنند بعد یک هفته امضای طرح قانون از سوی پرزیدنت آمریکا به اوکراین ارسال خواهند شد. مجلس نمایندگان پلاتای پایانی پارلمان آمریکا بعد از چند ماه بررسی طرح قانون درباره کمک به اوکراین را قبول کرد. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 اپریل را فرا می‌گیرد. 23 اپریل سال 2007 در سن 76 سالگی سابق президент روسیه бориس یلتسین درگذشت. یلتسین از پیشواهای نیروهای دموکراتی روسیه و یک نماینده واقعی مردم بود که بعد پاشخوری اتحاد شوروی در انتخابات پرزیدنتی برنده گردید و آزادی‌های زیادی را در این کشور فراهم نمود. در بخش اقتصاد، سیاست نرخ‌های آزاد، منع محدودیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و خصوصی گردانی تدریجی را براه ماند. سخت‌ترین انتقادی که در حق او صدا می‌دهد این به جای خود آوردن افسری سابقه‌دار KGB ولادیمیر پوتین است که در دوام 10 ساله‌ها در روسیه جامعه ملت‌گرا و سرکوبگر آزادی‌ها را ایجاد و به خاک اوکراین تجاوز کرد. پایان اپریل سال 2003 مقامات در تاجیکستان به قرار آمدند که یگانه زندان زنانه را از شهر خوجند ولایت سوخت به شهر نارک می‌کوچانند تا که امکان دیداربینی نزدیکان با زنهای زندانی بهتر شود. محبس زنانه نظامش عمومی برای 400 نفر پیش بینی شده. برخی زنها با فرزندان تا 3 ساله‌شان در اینجا نگهداری می‌شوند. برای اکثر آنها شرایط کاری مثل دوزندگی، متاع بافی، آرایشگری فراهم شده است. 23 اپریل سال 1963 زادروز آوازخوان معروف تاجیک قربانعلی عبداللهیف است که با آهنگ و سرودهای دلنشینش در یادها مانده است. او همگی 57 سال عمر دید ولی ترانه‌هایش چهره خیال، دوشنبه، سنما و دیگرها بسیار معروف شدند. آهنگش به شعر بازار صابر از خاک وطن در دل من گوری پدر ماند از ترانه‌های معروف در میان مهاجران گردید. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریباً بی تغییر بود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی 1000 روبل به 114-115 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1089 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیری می‌کنید و نظر و پیشنهادهای خود را برای ما می‌نویسید. تا فردا شما را به پناه خدا می‌سپاریم.